بشینین اینجا. الان شروع میکنیم. شما هم بیاین اینجا. با فاصله وایسین. مارالم این طرف پیش من وای میسته. ساغر لبخند بزن. جمره تو هم همراهی کن. تو هم بیایی ورتر دیگه. ببین داریم شروع میکنیم. 1 2 3. Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucu yandı tutuştu. Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucu yandı tutuştu. Hop diri lay 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 lom. Hop diri lay 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 lom. Şu dünyanın haline bak. Şu dünyanın düzenine bak. Benim sevgilim neden yok oldu? Benim sevgilim neden yok oldu? Hop diri lay 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 lom. Hop diri lay 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 lom. نفهمیدم دخترت واسه چی توی یتیم خونه است؟ خودم بردمش. چرا؟ همینجوری. یعنی چی؟ خرجشو نداشتم. ولی خرج دوتای دیگر رو میتونستی بدی. اونا خیلی کوچیکن. اونی که فرستادی یتیم خونه چند سالشه؟ 16. خب اونم خیلی بچه است. واسه چی بردیش یتیم خونه؟ با شوهرم مشکل داشت. گفتم ممکن نیست. کمال اینطوری نیست. توف به مادری مثل تو. به جای دخترت حرف شوهرتو باور کردی؟ به تو هم میگن مادر. خاک تو سرت. خاک تو سرت کنن. بزنی لهش کن. دیوونه. بمیری ایشالله. بلم کنی. نگاش کن تو روانی. دیوونه خود. بخور عوضی حقته. بلم کنی. Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucu yandı tutuştu. Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucu yandı tutuştu. Hop diri lay 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 lom. Hop diri lay 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 lom. Şu dünyanın haline bak. Şu dünyanın düzenine bak. Benim sevgilim neden yok oldu? Benim sevgilim neden yok oldu? Hop diri lay 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 lom. دیوونه. میگه با شوهرم مشکل داشته. احمد. میبینی چی میگه؟ میگه با شوهرم مشکل داشته. واقعا که به اینا میگن مادر. دیوونه است. قیافه‌شو نگاه. تو رو خدا قیافه‌شو نگاه کن. مامان دخترم مامان صورتت چی شده؟ هیچی چیزی نیست. مامان به خاطر من خودتو فدا نکن. اتفاقی برای عمو کمال نیفتاده. من هیچ کاری نکردم. تو رو خدا دخترم تو این چیزا دخالت نکن. متین کجاست؟ عمه بیگم بردش. خیلی خوب. شاید اینطوری بهتر باشه. برادرتون رو تنها نذارین باشه دخترم. اونو ببینی.
برین دیدنش، تنهاش نذارین. خانم سوار شو. مامانمو کجا میبری؟ دخترم تو دخالت نکن. خیلی خوب دخترم. مامانمو نبری. مامانمو ول کنی. مامانمو ول کنی. تو رو خدا نرو مامان. مامانمو ول کنی. تو رو خدا ولش کنی. تو رو خدا ولش کنی. مامان تو رو خدا ولش کنی. آروم باش دختر. مامانمو ول کنی. تو رو خدا. مامان نرو ولش کنی. مامان جونم. صبر کنی. همسرم آزاد کنی. من زندم، نمردم. هیچ قتلی هم صورت نگرفته. آقای آووز، من وکیلتونم. خب باش، من که وکیل نخواسته بودم. بشینید براتون توضیح میدم. باید اظهاراتتون رو پس بگیرید. کسی که باهاش دزدی کردین و دیگه ندیدین و به کمال تهمت زدین. تهمت چیه؟ ما اون کارو با هم کردیم. در عوضش تو دادگاه ازتون دفاع میکنم و وقتی آزاد شدین یه زندگی جدید با پول زیادی رو میتونید شروع کنید. کمال، مامان. مسعوده، مسعوده عزیزم، شنیدم که دستگیرت کردن. با خودم گفتم اگه من برم زندان اجازه نمیدم همسرم زندان بیفته. کمال ایلماس تویی؟ بله. به جرم دزدی تحت تعقیبی. دروغه، تهمت زدن. حالا همتون میبینین که من بیگناهم. بیا بریم تو. کمال، اون زنم بیاریم. مسعوده عزیزم، بچه همونو تنها نذار. قول میدم به زودی بازم با هم باشین. خواهری اونجا رو ببین کی اونجاست. ببین من الان حساب تو رو سوگل. من حسابشو میرسم. من باید برم دستشویی.